یک قرصکی دیگه میذاره زنده باشه، سربلند باشه. خلاصه همین شهبچه دولت جان در وقتی که بیزن بود پدرش هر روز میگه که دولت جان مای ننوشاخی مای اجا خواستگاری برم که از دختر شب تا میگه خواب شده پدر جان دیگه نمینوشم. میگه عرق نخور. من کجایی که خواستگاری میرم میگن که بچه شما مای منوشه عرق میخوره ما دخترمون نمیگیریم در علاوه پارتین بچه دیدن نمیتیم. خلاصه میگن که دیگه عرق ننوش اقلا 3 ماه ننوش ما اجا خواستگاری برم بگن که بچهش بس کرده دختر شب تا میگه خواب شده پدر جان. خلاصه پگه میشه ساعت 12 شب دولت مست میبیا خانه دا میداره که پدرش در بالا کات خواب راست خانه دا میداره دیگه میگه کوخنیده یک خربزه موندگی خودش به خودش اندیشه میکنه میگه آها آج من خربزه رو میکشم میخورم میرم خواب میرم پدرم بخیزه ببینم میگه که بچه ما ایشاو مست نیومده بود. خلاصه خربزه رو میکشم میخوره راست میره خانه دا خواب میره که سحر پدرش میخیزه میگه دولت با نوشیدی عرق کو. میگه نه پدر جان ما ننوشیدم. او چخیل ننوشیدی چخیل اثبات میکنی که ننوشیدی همیشه. میگه پدر جان من همیشه ساعت 12 شب اومدم. خب شما در بالای کات خواب بوده. خب درست بچم درست. بعد در کوخنی خربزه موندگی بود رفتم خربزه را کشتم خوردم رفتم ناشرگت شود دولته در کوخنی همه خربزه که دیدی در بالکن بود کوخنی در شود کدو را خورده ای. یک قرصک بزنیم برای دولت جان زنده باشین. خلاصه سربلند باشین. برای صحنه هنر میخونیم برادر قدردان چخلی که بزرگان میگن که هر کسی که حافظ خدا آوازش بتا هر کسی رقاصه رئیس و پلش بتا کودکی پیچیندز در خدا چشت سیر کنه کسی تماشا بینه تیز به دیر نکنه نه نوازی بیچاره دل گردش میسوزه. آها تولک دایرچی را کفای دستش میسوزه. عرق تاجیکستان آدم مست میکنه بعد عرق نوشیدن پیان هنگاش میکنه. هر کسی بانگ میزنه دلش دوگ میکنه وقتی گیره در گذشت لبه جشتوت میکنه. ای خدا هم خیلی آدم و ایله پشیمان شوه خونش سودا کنه محتاج آن شوه. ای خدا آخری کار با آسانی حل شوه کسی قرصک نمیزنه پالین سرش نمیخلی کل شوه. زنده باشین سربلند باشین. بگذار همیشه در لبانتون تبسم باشه. اینک برای صحنه میخورین.